3 خواهر که همزمان بدون ازدواج باردار شدند. قبل از تماشای این ویدیو جذاب برای حمایت از ما حتما چنلمان را سابسکرایب کنید. زنی میان سال که 3 دختر جوان داشت، این زن در خانه‌های مردم و در زمین‌های کشاورزی کار می‌کرد تا بتواند خرج و مخارج زندگی خود و دخترانش را تهیه کند. روزی او برای کار به محل دوری رفت و به مدت 6 ماه خانه نیامد تا بلکه بتواند زیاد کار کند و پول زیادی جمع‌آوری کند تا بتواند از پس هزینه‌های سخت زندگی بر بیاید. اما زمانی که او به خانه برگشت با صحنه‌ای مواجه شد که برایش باور نکردنی و عجیب بود. او دید که دخترانش حالشان بد شده و در بستر افتاده اند و شکمشان بسیار بزرگ شده است و هر 3 آنها حامل هستند. او از دیدن این تصاویر شوکه شد و زبانش بند آمد. او ناگهان شروع به گریه کرد و گفت: من با این سن و سال به خانه‌های مردم می‌روم تا بتوانم هزینه‌های زندگی را فراهم کنم. اما شما در نبود من زنا کرده اید و هر 3 باردار شده اید. من نمی‌توانم این موضوع را تحمل کنم. او که بسیار ناراحت بود چند روز بعد به نزد قاضی که از نزدیکانش بود رفت. او از قاضی کمک خواست و گفت: خواهش می‌کنم به من کمک کن. دخترانم باردار شده اند و من نمی‌دانم باید چه کاری انجام بدهم. قاضی با این زن به خانهشان رفت و با دختران او صحبت کرد. او گفت که اگر اتفاقی افتاده یا شما اگر مورد تجاوزی قرار گرفته اید به من بگویید. من قول می‌دهم تا به شما کمک کنم. دختران شروع به گریه کردند و گفتند: ما قسم می‌خوریم که پاکیم و تا به حال حتی گناه کوچکی هم نکرده ایم، چه برسد به این کار زشت و گناه بزرگ. قاضی که به حرفهای دختران مشکوک شده بود و تعجب کرده بود، آنها را به نزد دکتر برد. دکتر بعد از انجام آزمایش‌های زیاد بالاخره متوجه چیزی شد که باعث شوکه شدن همه مردم شد. او گفت: دختران شما کاملا پاک و بیگناه هستند. در شکم آنها هیچ جنینی وجود ندارد، بلکه درون شکم آنها زالوهایی وجود دارد که هر لحظه بزرگ و بزرگتر می شوند. مادر و دختران و حتی قاضی بعد از شنیدن صحبت‌های دکتر بسیار ترسیدند و شوکه شدند. دکتر به دختران گفت: شما از آب آلوده استفاده نکرده اید برای رفتن به دستشویی یا اینکه با آب آلوده استحمام نکرده اید؟ دختران ناگهان یادشان آمد به دلیل نداشتن حمام به رودخانه می رفتن و در آنجا استحمام می کردن. آنها یادشان آمد که حتی بعد از استحمام در آب رودخانه بدنشان به شدت دچار خارش می شد. آنها فهمیدند که زالوها از طریق آب کثیف وارد بدنشان شده و کم کم شروع به رشد کرده است. دکتر به مادر دختران گفت که آنها باید هرچه سریعتر عمل جراحی بشوند، در غیر این صورت جانشان به خطر می افتد. مادر اجازه داد تا دخترشان عمل شود و خودش هم برای اینکه به دخترانش گمان بد و تهمت زده بود بسیار پشیمون شد و گریه کرد. از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. برای رستگاری همه ایمان به راه راست کلمه آمین را کامنت کنید. تا ویدیوی بعدی شما را به خدای بزرگ می سپارم.